بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان که جدیداً به جمع خانواده دانشگاه علوم پزشکی تبریز پیوستید. از اینکه با قطار موفقیتتون رسیدیم به این ایستگاه براتون آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم که با همین منوال پیش برید و قطار موفقیتاتون ایستگاه‌های بعدی رو هم به خوبی پشت سر بذاره و انشالله بتونید در آینده بعد از اتمام تحصیلاتتون اگر بومی هستید که هیچ، اگر غیر بومی هستید با خاطرات خوشی دانشگاه ما رو ترک بکنید. بنده دکتر میرزایی هستم، به عنوان مدیر امور آموزشی دانشگاه در خدمتتون هستم. انشالله در طول تحصیل هر جایی مشکلی بود از نظر آموزشی در اتاق بنده همیشه برای شما عزیزانم باز هست و آماده شنیدن نظرات، انتقادات، مشکلاتتون هستیم و انشالله بنده به همراه سایر همکارانم تلاش خواهیم کرد تا اونجایی که امکان داره مشکلات آموزشی رو به حداقل برسونیم و اگر هم مشکلی وجود داشته باشه سعی خواهیم کرد که انشالله این مشکلات رو رفع